خب آیه 52 سوره احزاب تا وقتی که بیاید این رو میخوانیم. این ازدواج در میان عرب ها بوده که محمد را منع کرده الله. بعد میبینیم که محمد این کار چون این روایت کردن که اینه بنت حیثم در حال به نزد رسول خدا آمد که عایشه در نزد آن حضرت بود و اینه اجازه نگرفت، اجازه نمیگیره، وارد خانه محمد میشه. غیرت روی بین عزیزان. رسول خدا فرمود ای اینه اجازهت چی شد؟ چی میکنی بابا جان؟ من امروز زنم نشستی وارد خانه ما میشی. عرض کرد ای رسول خدا، این رسول خدا میگه ای رسول خدا من تا کنون تا آنجا که به یاد دارم از هیچ مرد اجازه نگرفتم که همراه زن خودم بوده وارد شدم، به خاطر که اینا فرهنگ بدلکان داشتن، سنت بدلکان داشتن. آنگاه گفت این زن زیبا کیست که در کنارت نشسته است؟ به زن محمد میگه زن زیبا پیش روش. خب فرمود او عایشه ام المؤمنین است. اینجا ام المؤمنین هم اضافه کردن که بارو یعنی مادر تو هم از دیگه، چرا سیل میکنی طرفش؟ اینه گفت آیا میخواهی برای تو از زن خیش که زیباترین زن دنیاست کنارگیری کنم؟ ببینید به محمد پیشنهاد عادی، بسیار عادی در پیشوری عایشه پیشنهاد میده که عایشه را برای من بده، من زن خود را به تو میتم. فرمود خدای متعال چون این کار رو حرام گردانیده. محمد نمیگه که من غیرت دارم، خدا گفته نگفته به من ربطی نداره، تو بی‌ناموس آمدی معذرت من رو بپذیرین دوستان که با این گویش میگم عامیانه وطنی، تو بی‌ناموس آمدی که زن من را پیشوری خودش استخدام کنی برای رابطه جنسی، دهنش را باید میشکست. اگر محمد غیرت می‌داشت این آدم باید دهنش پاره میشد که نتونست. بعد اینا از غیرت پیامبرشان صحبت میکنن، میگن الگوی ما است. هر مسلمان اگر خانه‌تون مرد همسایه‌تون بیاید براتون بگه که این پیشنهاد را چی کار میکنین امروز 100% بالایش حمله ور میشی 100%. اما پیامبرتون این غیرت را نداشته، شما دارین، چون وجدان دارین، غیرت دارین. چون از آنجا رفت عایشه پرسید یا رسول الله او کیست؟ فرمود مرد احمقی است که از او فرمان میبرند و چنان که میگویند سرور قوم خیش است. بفرمایید عزیزان. میریم به سوره احزاب آیتی. عزیزان نهایت نازنین، بعد از این زنان 9 زنی را که داره، هیچ زنی بر تو حلال نیست. البته اینجا موضوع 9 زن نیست، چون بعد از این آیت ازدواج داشته همین زنانی که تا فعلا پیش است تا وقت این آیت. بعد از این زنان هیچ زنی بر تو حلال نیست و نیز زنی به جای ایشان اختیار کردن، هرچند تو را از زیبایی او خوشت آید، مگر آنچه به غنیمت به دست تو افتد. غنیمت میتونی بگیری، نوش جانت میگه. و خدا مراقب هر چیزی است. جالب چی است؟ به جایشان اختیار کردن. با واژه میریم متن عربی. ببین عزیزان، تبدل تبدیل کردن بهن با آنان من ازواج، زنان دیگر را با آنها تبدیل کردن. متن قرآن تبدیل آمده. مالکش آیتی و نیز زن به جایشان اختیار کردن. میریم ببینیم که کدامش مالکشی نکرده از این چند تا مترجم. ای رسول قمشه‌ای، ای رسول بعد از این زنان دیگر نه عقد هیچ زنی بر تو حلال است و نه مبدل کردن این زنان به دیگر زن، هرچند از حسنشان به شگفت آیی. هر جای میرفته زنی را میدیده خوشش میومده تبدیل میکنه. چرا ما میگیم میکرده؟ چرا به زمان گذشته ربط میدیم؟ عزیزان دل، بعد از این بعد از این غیر از زنهایی که از این پس، غیر از این پس. سوالی از پویا جان دارم من. پویان اگر من از شما بپرسم که پویا بعد از این دیگه گربه مرا آزار نتی، آیا تو تا حال منطقی همین نیست که گربه مرا آزار میدادی؟ خب این معنا رو میده که از قبلا تو آزار میدادی و از این به بعد آزار ندی، خواهش میکنی. یعنی عمل را تو انجام دادی، من شاهد هستم، بعد از این میگم دیگه این کار نکنی. آیا گفته مردم روسیه دیگه این کار را انجام نتی. الله به محمد میگه بعد از این دیگه این کار را نکنی. و امو فردی که طبق عادت پیش محمد، چون میدانسته که محمد این کار را میکنه،
اگر نه چی کسی به یک مرد با غیرت پیشنهاد میده که بیا زن بدلکان کنیم؟ میدونه که گردنش را میده میکنه. و محمد گفته چون بعد از این گفته حرام است، احوالهایی داشته که محمد این کار را میکنه که آمده پیشنهاد داده.